شهید مولانا انصاری تقبله الله. ببینید که این مرد خدا چگونه حالتی داشتن. بعد از چند روز، خودم شخصا نه، چون او دل و گرده را نداشتم، وقتی فامیلشان دروازه سیفشان را، الواریشان را باز کردن که یک مبلغ پولی گذاشته هست، الله شاهد هست که بر روی هر پول نوشته بود این مبلغ زکات هست از مدرسه، این مبلغ ضمانت طلاب مدرسه هست، این مبلغ هدیه و خیرات هست، یک مبلغ اندکی هم این حساب شخصی هست. حسابشان این قسم پاک بود. حساب مؤمن و مسلمان باید پاک باشد. ما گفتم اگر اینها نوشته نمی بود همه را فامیل می گرفتن، می گفتن مال و سرمایه شخصیشان هست. اما این مرد خدا می دانست و می فهمید که روزی از روزها از دنیا می روید. وقتی می دانیم، می فهمیم که از دنیا میریم، چرا مال و سرمایه دنیا را به اصطلاح قایم کنیم؟ چرا مخفی کنیم؟ به کجا مایم جمع کنیم؟ به کجا مصرف کنیم؟ اصحاب رسول الله نان صبح را داشتن، از شب خبری نبود. ما امروز از 6 ماه دیگر در خانه خود مواد غذایی داریم، اما چی میگیم؟ وضعیت خیلی خرابه، کار و معامله نیست، ما چه کار کنیم؟ الله به حال ما رحم کنه.